بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، این سوال بسیار میشه در مسئله و خواستم یک پاسخی برای همین سوال دهیم. بعض زن و شوهری که به هم دیگر اختلاف میشن، بینشون کشماکشی می شود، جدال می شود، بحث می شود، بعد آن به قرار می بیان که دیگر زندگی نکنند. زن نمی خواهد قطع شوهر زندگی کردن، یعنی که امکان زندگی ندارد، دیگر میلی به همون شوهر زندگی کردن ندارد. پس باید چیکار کند؟ شوهر او را طلاق نمی کند. حکم اسلام در این مسئله شوهری که طلاق نمی کند زنش، که اون زن زندگی کردن در تماما نمی خواهد، بعد آنی که چندین بار صلح کردن مثلا بینشان، دیگه زن زندگی کردن نمیخواد، پس چیکار کند؟ در این مسئله الله عز و جل پاسخ میگرداند. الله عز و جل سوره بقره 231 آیت میفرماید که وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله عز و جل چی میفرماید؟ میفرماید که و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به پایان مهلت عدت رسیدند، عدتش 3 حیض به پایان رسید، پس پیش از پایان رسیدن پس یا با طرزی شایسته درست آنها را نگاه دارید، یعنی آنها را برگردانید اگر طلاق یک طلاق و طلاقه باشد، و آشتی کنید، در حقیقت با آنها آشتی کن، زندگی کن، و یا آنها را به طرزی پسندیده شایسته رها سازید، جدا کنید، آزادش کنید، طلاقش کنید، و برای آزار رسانیدن آنان را نگاه ندارید تا به حقوقشان تجاوز کنید، حقهایشان را پایمال کنید. زن بالای تو حق دارد و کنیز غلام نیست، و کسی که چنین کند حق آنها را پایمال کند و تجاوز کند به خویشتن خود ستم کرده است، خود را ظلم کرده است، و مبادا آیات الله را به مسخره بگیرید و نعمت را به الله، نعمت را که الله به شما داده و کتاب آسمانی و سنت را که بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می‌دهد و به یاد بیاورید و از الله بترسید و بدانید الله از هر چیز آگاه است. الله چی میگوید؟ این اصلا آیت درباره کی؟ درباره یک مردی که نامش ثابت ابن یسار هست. زنش طلاق میکرد تا وقتی که مدتی همون عدتش به آخر میرسید، پیش از آخر رسیدنش باز برش میگرداند یک طلاقه را، باز وقتی که با چی میکرد؟ با طلاقش میکرد، یعنی که بازی میکرد به طلاق. برای همین برادران گرامی، مراجعت برای برادران است، برای مردان است. الله چی میگه؟ وقتی که طلاق کردید با طلاق بازی نکنید، زن دیم باره و سیم باره نگردانید، اگر نمیخواد زندگی کردن با طلاق بازی نکنید. الله چی میگه؟ آنها را به طرز شایسته آزاد کنید، طلاقش کنید، ترکش کن برود. الله چی میگه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، آنها را من نکنید، معلق نمانید، پس وقتی که میخوایی که وی ضرر نرسانی او را طلاقش کن برود. زن بالای تو حق دارد وقتی که نمیخواد خطی زندگی کردن. الله چی میگه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، آنها را من نکنید. برای چی؟ برای که ضرر رسانی او را، برای به طلاق مانی او را، معلق مانی که نه به تو برگشتن میتواند، به تو زندگی کردن نمیتواند و نه شوهر کردن میتواند. و یم زن است، حق دارد، شهوت دارد، حق او را پایمال نکن. الله چی میگه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، میگه و برای آزار رسانیدن، اذیت دادن آنها، آنان را نگاه ندارید تا به حقوق آنها پایمال کنید. پس اون کسی که همین کار میکند، زن طلاق نمیکند، نگاه میدارد، آزادش نمیکند، پس به او ضرر رسانده است.
به او اعتدا کرده است و الله اعتدا را من میکند. الله چی میگه؟ کسی که همین گونه کار میکند پس او چی کرده است؟ او ظلم کرده است، ظالم است. برای چی؟ برای الله میگه خواه او را به طرز شایسته میگردانی، زندگی میکنی، اگر خواهد، اگر نخواهد او را آزاد میکنی، رها میکنی، طلاقش میکنی. پس طلاقش که نکردی تو مخالفت امر الله کردی. کسی مخالفت امر الله کرد پس او چی میشود؟ نفس خود را ظلم و ستم کرده است. روز قیامت جزا میبیند. حرام است ضرر رساندن و آزار دادنی زن. الله چی میگه؟ ولا تتخذوا آیات الله هزوا. ای آیاتای الله، حکمای الله به تمسخر نگیرید یا که رها کن. اگر بخواهد با همراهش با معروف زندگی کن، بگردان شد. اگر نخواهد با طریقه پسندیده او را آزاد کن. اگر که تو امر الله خلاف کردی پس تو آیاتهای او را تمسخر کردی. برای همین الله من میکند که انسان تمسخر نکند به آیاتهای الله که روز قیامت جوابگری سخت دارد. باز الله چی میگوید؟ نعمت الله که برای تو داده است او را به یاد بیار که اون نعمت ایمان است که تو ایمان به الله داری. پس ایمان که به الله داشته باشی، مخالفت امر الله نکن. و ما انزل علیکم من الکتاب، و برای تو کتاب نازل کرده است که قرآن است و حکمت نازل کرده است او سنت است. الله شما را پند میدهد که از الله بترسید و بدانید که الله عز و جل به همه چیز داناست. برای این انسان نباید که زن معلق ماند. زن که نخواهد باید او را طلاق کند که وای به فایده تو هم است و به فایده او هم است. او میرود شوهر میکند، تو میروی زن میگیری. برای این الله من میکند نگاه داشتن زن و طلاق نکردن شه. این سوال بسیار میشود. خیلی زنها بسیار هستند که تا هنوز شوهر کردن نمیتوانند به سببی که شوهرش او را طلاق نمیکند و او نمیخواهد زندگی کردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله چی میگه؟ لا ضرر ولا ضرار. نه ضرر برسان کسی را، این ضرر رسانی است. پیغمبر نهی میکند که ضرر نرسان ولا ضرار و تو نمیخوای که یک کس تو را ضرر رساند. برای همین خلاف امر الله و رسول نکن. برادر گرامی، زن اگر که نمیخواد خود زندگی هیچ باکی ندارد، طلاق الله برای همه دستوری کرده است که زنی که نمیخواد زندگی بین آنان نمیشود پس جدایی کنند و دیگر شوهر میآورد، تو دیگر زن میآوی، زندگی با رفتن نگیرد. و این ظلم است. پیغمبر من میکند ظلم، الله من میکند ظلم. آیا تو میخوایی که خواهری تو را هم خل کنند؟ میخواهی خاله تو را، عمه تو را، اپای تو را هم خل کنند؟ نمیخوای برادر. همونطور که برای نفس خود نمیخوای پس برای دیگران نخواه. پیغمبر میگه المسلم اخو مسلم لا یظلمه. مسلمان برادری مسلمان است و خواهری مسلمانی توست، پس او را ظلم نکن. و این نمیخواهد زندگی کردن با تو پس او را آزاد کن، رها کن. باز الله عز و جل چی میگه؟ و یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. و اگر راه برای صلح و آشتی و سازش نیافتند ای زن و شوهر جز نفرت به همدیگر داشتند و کار به انجام رسیده که از هم جدا شوند، راهی که حل نیست، از همدیگر جدا می شوند. پس الله چی میگه؟ الله هر یکی از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده خود به نیاز میکند. به زن شوهری بهتر از شوهری نخستینش میدهد، یعنی به شوهر زنی بهتر از سر نخستینش عطا میکند و الله دارای فضل و رحمت فراوان در حق بندگان است. کارهای آنها را از روی حکمت میگرداند چرا که حکیم است. یعنی که الله عز و جل به این شاید که به شوهر شاید که زنی بهتری دهد و به زن شاید شوهری بهتری عطا فرماید. برای همین اجباری ندارد که یک عائله زندگی کردن نتوانستند پس جدا شوند. جدا شدن این آخران راه است، ولی اگر که زن نخواهد را مجبور ساختن درست نیست. واجب است در گردن مرد که او را طلاق کند اگر زن نخواهد. برای این گناه کبیره است. الله نهی میکند نگاه داشتن زن برای ضرر رساندن او و آزار دادن او. خلاصه درباره همین جواب همین پاسخ و از داینه خود را فراموش نکنید.